مثلا صرف شما لطفاً بگوین که با ابتکار چه شخصی و چه کسانی ملاقات که شما داشتین در دو روز آخر با وقوع پیوست. تا جایی که ما معلومات داریم استاد ربانی میخواست شما را به محکمه بکشانه. شما لطفا تشریح کنین که موضوع چه قراره. بسم الله الرحمن الرحیم. این ملاقات برای دی زیاد خلاف انتظار و تصور بود. دی گمان میکردن که شاید حکمتیار دوباره با استاد ربانی بعد از اظهارات خشن اخیرش به هیچ صورتی ملاقات نکن و قیدی دیگری اصلا نمیخواستند که بین رهبران مجاهدین توافقات صورت بگیرند، سلسله تفاهم آغاز شد و فضای تفاهم ایجاد شد. ولی ما که خواهان خاتمه جنگ پر اعاده صلح به کشور برای ملت خود خدمت میکنیم، برای را آماده ایم همه چیز خود را قربانی کنیم. مسئله شخصی برای ما مطرح نیست. کسی که حاضر است زندگی خود برای یک هدف مقدس وقت طبیعی است بر نفس خود پا میگذارد و دشمنی های شخصی را کنار میگذارد. با وجود اظهارات خشن اخیر استاد ربانی در مورد ما شخصا و در مورد حزب اسلامی و مطالبه محاکمه و اخراج ما از شورای اتحادیه و تصمیم در رابطه با استاد فرید صدر اعظم حکومت موقت، ما چون موقفم همیشه ایست که با مجاهدین سیاست ما سیاست تفاهم است و ما هرگز خواهان درگیری میان نیروهای مجاهدین نیستیم. همه قضا باید از طریق تفاهم حل فصل شد. جنگ ما با کمونستان، جنگ ما با نیروهایی است که در 14 سال گذشته علیه ملت ما جنگیدند و مسئولیت قتل 1.5 میلیون افغان به او دادند. در جریان اظهارات استاد ربانی وقتی از ما میپرسیدند، جواب ما بود که ما با استاد ربانی جنگی نداریم. استاد ربانی و جمعیت ها برادران ما، جنگ ما با کمونیست هاست و از استاد ربانی و برادران جمعیتی خود انتظار داریم که کنار کمونیست ها را بگذارن، بیاین در صفوف مجاهدین و خود در یک سنگ علیه نیروهای کمونیست بجنگن تا ملت را از تسلط اینا نجات بدیم. وقتی به ما پیشنهاد شد که استاد ربانی علاقمند ملاقات با شماست و بلا درنگی را پذیرفتیم، هیچ ملاحظه‌ای هم در این رابطه ارائه نکردیم و این مطابق به سیاست حزب بوده. در جریان جنگ هم پس از معاهده اوربند هم ملاقات دیروز، ملاقات اخیر ما ملاقات مفید بوده. چی کسی مبتکر از ملاقات؟ تماس در این رابطه با ما از طریق مولوی محمد نبی محمدی و استاد سیاف گرفته شد، ولی یکی محرک اونا چی بوده و چی کسی برای مرحله اول طرح را پیش کرده مسئله علیدی است. به گمان اغلب که استاد ربانی خودش شایق بود تا این ملاقات صورت بگیره و ما بعضی را در کابل هم چنان میبینیم که برای این دلایل کافی دارم که باید خود استاد ربانی ابتکار کرده باشه و موافقی خود نخست با مولوی محمد نبی محمدی و استاد سیاف در میان گذاشته باشه و اونا به عنوان یک واسط و میانجی بین طرفین عمل کردن، این زمینه را مساعد ساخت. این ملاقات در طرف مقابل دو انگیزه عمده داشت. نخست یکی
در اون طرف افواه چنان بود که گویا حزب اسلامی پلان یک حمله بزرگ و بزرگتر از سابقه را در روی دست گرفت و انگیزه دومی که ملیشه‌ها آماده بیرون رفتن از کابل نیست و اونایی که خواهان بیرون رفتن ملیشه‌ها بودند و نمیخواستند درگیری بزرگ دیگری در کابل رخ بده، اونا همه با این ملاقات دلچسپی و علاقه‌مندی داشتند. شاید تمام این نیروها در رابطه با زمینه سازی برای این ملاقات به نحوی از آنها رول خود را بازی کرده باشند. در طرف ما انگیزه است که اگر نیروهای ملیشه با بقای رژیم کمونیست بدون جنگ از کابل خارج میشه، ضرورت جنگ منتفی است و به این خاطر هر لحظه ما احساس کنیم ممکن است شرایط طوری فراهم شود که بدون جنگ این نیروهای باعث جنگ کابل را ترک بگوید، ما میخواهیم از این فرصت استفاده کنیم. وقتی شنیدیم که گویا طرف مقابل هم خواهان بیرون کشیدن ملیشه‌ها از کابل و میخوان حزب اسلامی در رابطه با اونا تعاون کنه، ما بیدرنگ به خواست اونا لبیک گفتیم و ملاقات با اونا آماده شدیم. شما در ملاقاتی که داشتین مواد را با هم تفاهم کردین، چرا چی ضمانت وجود داره که مواد مراعات میشه و دومی که چرا تاریخ تعیین نشده برای به انجام آوردن از این مواد؟ بر چند نقطی در ملاقات با هم توافق صورت گرفت. تنفیذ همه موافقتنامه های قبلی که شامل بیرون کشیدن ملیشه‌ها و قطعات باقی مانده رژیم کمونیست از کابل، طرد کمونیست ها از پست های حساس دولت و رهایی همه زندان ها، توقف بمباری ها بر موضع حزب در ولایت فرا، شندن و بغلان و تشکیل یک شورای باقاعده وسیع ممثل همه مردم افغانستان که در دو نماینده هر ولسوالی عضویت داشته باشه، کمیسیونی برای تشکیل میشه تا این کار عملا آغاز شود. برای نقاط برای ملاقات توافق صورت گرفته. کار عملی باید سر از این هفته آغاز شود. 2 نفر استاد سیاف و مولوی محمد نبی محمدی برای تنفیذ این موافقتنامه توظیف شدند. اونا کار سر از امروز شنبه عملا آغاز میکنه. امروز باید زندانه های ما رها شود. سر از امروز باید تضمین شود که بالای موازی حزب بمبارد نمیشه. امروز باید در این رابطه تصمیم گرفته شود کدام قطعات کابل را ترک بگوید. امنیت کابل توسط خود مجاهدین کابل تأمین شود. طرف مقابل در این مذاکرات 3 مطالبه را از ما داشتند. اولی که با اونا موقع بدهیم که کمونیست ها و ملیشه ها از کابل خارج کنند. گفتیم اگر کار عملی اخراج ملیشه ها و قطعات باقی مانده رژیم کمونیست از کابل آغاز شود، ما تضمین میکنیم که به شما موقع بدهیم و دست به عمل نزنیم. مطالبه دومیشانی بود که اگر ملیشه ها لجاجت کنند و با آسانی به شکل مسالمت آمیز کابل را ترک نگوید و مجبور به جنگ شوند، ما اونا را کمک کنیم. برشان گفتیم هر لحظه که شما با کمک حزب احساس ضرورت کنید ما آماده ایم، شما را در رابطه کمک کنیم. مطالبه سومیشانی بود که محاصره کابل شکستانده شود، چون کابل از 4 طرف محاصره تنگ و شدید حزب قرار دارد. همه راههای اکمالاتی کابل توسط مجاهدین حزب کنترل میشن. ما گفتیم اگر ملیشه ها و کمونیست ها کابل ترک گفتن، حکومت مجاهدین بر اوضاع مسلط شد
حکومتی که در پشاور بر سر توافق صورت گرفت زمام امور در کابل به دست گرفت و کمونیست‌ها و نیروهای ائتلافی با کمونیست‌ها بر اوضاع مسلط نبودند و ائتلاف منتفی شد. ما دیدیم که حکومت ائتلافی نیست بلکه حکومت مجاهدین است. درست تضمین میکنیم که راه اکمالاتی همه باز شدند و هیچ مزاحمت در این راه وجود ندارد. تا جایی که ما معلومات داریم ملیشا زیر امر حکومت کابل نیستند و اونا خود از خود کمانده دارن و دوستم کماندان از اوناست که اونا با نظر خود و پالیسی خود کار میکنن. در صورت که اونا باشه و آمادم نباشن که از راه سلامیز شهر کابل تر بگوین خامخا جنگ خود با وقوع پیوست. شما چی نظر داریم؟ در هیچ شکی نیست که ملیشاها تحت کماندی دولت مردان فعلی در کابل نیستند. اونا کاملا مستقل، حتی احساس میکنند که اونا این دولت مردان را به قدرت رساندند. ادعا میکنند که اگر خواسته باشند به ظرف 2 دقیقه رئیس جمهور را با تنظیمش به پشاور میرسند. اونا مغرورند و مخصوصا قبل از جنگ اخیر و در ائتلاف سکتریستی شمال ملیشاها باعث عنصر عمده دارای بزرگترین رول مطرح. گروه دیگر کوچک و ضعیف. ضعیفترین گروه در این ائتلاف جمعیت. مسلما جمعیت به تنهایی قادر نیست که ملیشاها را از کابل خارج کند. ملیشاها باید به زور از کابل بیرون کشیده شد. اگر جمعیت اسلامی باید توافق کنه و صدربانی به عنوان رئیس دولت موقت اعلان کنه که ملیشاها کابل را ترک بگویند، اگر اونا عکس العمل نشان بدن، لجاجت کنن و آماده بیرون رفتن نباشن، ما میتونیم اونا رو وادار بسازیم که از کابل برن. ما میتونیم اونا رو در نتیجه فشار شدید نظامی خود مجبور کنیم که از کابل برن. در جنگ اخیر اونا زور خود آزمودن، ولی به توانمندی و نیرومندی خودم پی بردن. اونا سخت تلفات دیدن، در جنگ شکست خوردن، مخصوصا قطار بزرگشان که میخواست از شمال وارد کابل شود و اظهار میداشتن که تعدادشان 18,000 نفر است با 100 اراده تانک و گمان میکردن که با مجرد ورود قطار با کابل اینا به طور کامل بر اوضاع مسلط میشوند ولی الحمدلله و قطار سخت شکست خورد. خیلی تلفات دید، صدها نفرش کشته شد، 10 اراده واسطیشان تخریب گردید، قطار متلاشی شد، یک فردش هم نتونید وارد کابل شد. اونا بعد از تلفات وسیع که خودشان اعتراف میکنن بیش از 1800 نفر کشته داشتن و اعضای ملی را در مزار و در پل خمری اعلان کردن با توجه به تلفات وسیع و خلاف انتظار و تصورشان. گمان نمی کنم که اونا زیاد هم به دل خوش کنن که در کابل بمانند، مخصوصا که اگر رئیس دولت هم ایره اعلان کنه و همه تنظیم ها هم ایره اعلان کنه و شورای قماندان ها هم هیئت صلح ننگرهار هم همه اعلان کرده که خواهی نخواهی کمونیست ها و قطعات باقی مانده رژیم کمونیست از کابل خارج شوند. اگر اینا مخالفت میکنن بتانن به نتیجه برسه مخالفت، اونا مجبور میشوند در نتیجه فشار نظامی که از کابل خارج شوند. اگر متاسفانه راه حل غیر از راه حل نظامی باقی نمانه که از راه جنگ ملیشا از کابل خارج شود، چی گارانتی و چی امکاناتی هست برای نگهبانی مردم کابل؟ چرا که اونا در این جنگ اخیر هم با خسارات برشان مالی و جانی نائل شده. چی کار کرده میشن که در صورت جنگ مردم کابل محافظه شد؟ خسارات اهالی کابل در جنگ اخیر 5% مجموعی تلفات را تشکیل نمیداد و در 5% هم بیشترین قسمت از مناطق بوده که تحت تسلط نیروهای حزب بوده
و در نتیجه بمباردمان وحشیانه این مناطق تلفات به مردم رسیده. ما در آینده نیز حد اعظمی احتیاط خرج خواهیم داد تا به اهالی شهر کابل صدمه نرسد. چنانچه در جنگ گذشته ما دقیقاً اهداف عسکری را زیر فشار گرفته بودیم و بیشترین تلفات هم به نیروهای مسلح رسیده و در آینده نیز حد اعظمی احتیاط خرج خواهیم داد تا به مردم صدمه نرسد. حال که می‌بینیم جنگ به شمال انتقال یافته و در خنجان، در خواب و پل خمری، در جبل سراج مجاهدین عملیات خود علیه این نیروها آغاز کردند. امیدواریم که این نیروها در شمال هم زیر فشار شدید نظامی گرفته شوند و اگر در کابل اونا لجاجت کردن و بیرون رفتن آماده نشدن، در نتیجه فشار دقیق عسکری اونا مجبور به بیرون رفتن شوند. از آن مرغی دل من است، از آن مرغی دل من است، در دامی توی سنگل، در دامی توی سنگل. ز جان لبیک میگویم، ز جان لبیک میگویم، با پیغامی توی سنگل، با پیغامی توی سنگل. چرا بند میکنه؟ بند میشه بیادر. خب من شما خود معرفی کنین و بینندگان. بسم الله الرحمن الرحیم. عظمالدین ولد نظام الدین از ولسوالی برکی برک قریه پادخواب روغنی که یکی از مجاهدین لشکری سال موشن. از روزی که از دی کمربند دشمن ما تعرض کردیم حمله داشتیم، در روز بارانی بود، خیلی روز سخت. مجاهدین ما که امارم در منطقه کوه سرک پخته پولی عالم سه نماره پول بند بود. اون منطقه ما جیف زوپی یک داشتیم، سر جیف نصب کرده بودم، در سر چیز بودم، سر خواه مجاهدین بودم که در سرک پخته رسیدیم. یکی از تانگاش از سودوی دوزره حال موجود شما تانک در پشت سر استاد؟ در پشت سر که استاد استان بیر سرک استاد بود، سر ما انداخت میکردم. وقتی ما با زیپیک سر چیز بالا شدیم، سر سرک پخته بالا شدیم، اینا وحشت زدن، گرفتن از شما فرار کردن. ما پایین شدیم، از جیف زیپیک بالا شدیم، سر تانگ گرفت. بعد از تخمینا یک 10 روز که اون پوستا رو تخلیه کردیم، پوستایی که از لوگت تا ذخیره چیز بود، تیل بود، اینا رو گرفتیم.
بعد در نزدیک ذخیره که رسیدیم قماندان برای ما گفتن که شما صبر کنین که جنگ تا اینجا که رسیدن بچه‌ها مانده شدن بلا شدن خودتان اکمال کنین بچه‌ها دمراسی کنن. بعد از سر کمربند کابل که بزرگترین کمربند دولت می بود که در BBC اعلان میشد که فرقه 53 و فرقه 80 و تمام نظم خاص و سرندوی امنیت دولتی و اردو کل اینجا مستقر بودن. ما بعد از چند روز توقف در اونجا که توقف کردیم باز سر کمربند دشمن ساعت 4 بجه بود که عملیات خود شروع کردیم. ساعت 4 عملیات شروع کردیم با می تانگ 62 که خودشان گرفته بودم در سر کل تانگش سر کردم. گفتم بیا اگر تانگم راکت بخوره که مفت گرفتیم نو گرفتیم پروا نداره که تانگایی که پیش که ما جهاد کرده اونا چیز نشه و صدمه نبینه. باز در کمربند حمله کردیم تقریبا 20 دقیقه دشمن که ما مقاومت کرد. قماندان جنگ ما که چیز بود تورانغنی بود در اول ابتدای جنگ شهید شد و شهادت رسید. بعد از اونجا ذخیره را گرفته ما به این منطقه رسیدیم. به این منطقه که رسیدیم باز حزب اسلامی رهبر شکمتیار برای ما گفت که شما از اینجا پیش نرین که در داخل کابل مردم کشتار زیاد میشه، هرج و مرج میشه، مردم چوری چپاول نشه. از روز که آمدن ما در اینجا مستقر هستیم. 2 دفعه دشمن سر ما انداخت زیاد کرده که خانه مردم زده. ما هم 2 دفعه سرشان انداخت کردیم خیلی کم. به ما انداخته کم ما مینا موضوع خود اعلام فرار کردن. ما پروگرام تعرض نداشتیم که سر مردمشون بالا میشدیم. برای ما قمانده کرده که کدام تانک شما رو تهدید میکنه شما چیز کنین پاسخ بگوین در مقابلش. پروگرام تعرض نداشتیم که ما سر کابل بریم. این پروگرام نداشتیم. ما رو اینجا توقف دادن. حالا اینجا مستقر بودیم. اینجا استاد که گوش به قمانده کرد و قمانده شود. هر قمانده‌ای که باشه ما میشه ما حاضر آمده است. نمودن 2 میلیون قربانی، 5 میلیون آواره و مهاجر، میلیون ها بیوه، معلول و یتیم و ویرانی مجموع افغانستان عزیز به دست جنایتکاران کمونیست با پیمودن مراحل دشوار و خطرناک جهادی اکنون در مرحله نهایت حساس خود قرار گرفته است. بالاخره در آخرین قدم‌های پیروزی جشن‌های استقلال و آزادی به سوگواری‌های غم‌انگیز ملی مبدل گشت. فضای کشور بار دیگر تیره و تار گردید. توپ‌ها، تانک‌ها و تیارات جنگنده روسی بار دیگر به غرش و بم افغانی در آمده با ریختن هزاران گلوله‌های سنگین و بم‌های آتشین خانه‌ها را ویران، روح ملت را پریشان و دلها را آتش زده است. این بار کوبیدن بر فرق ملت مظلوم و مسلمان افغان رنگ و رخ الحادی و کمونیستی ندارد، بلکه جنرال‌های مشهور و بدنام کمونیست حامیان و علمبرداران خلافت اسلامی شده اند و دایه‌های مهربانتر از مادران در مورد یتیمان و مظلومانی اند که طی 14 سال جنگ خونین و خانمانسوز پدران، مادران و سرپرستانشان را بیرحمانه به شهادت رسانیدند. این بار هر کی از قمانده جنرال‌های کمونیست چون بابخان مؤمن و مجید اطاعت نکند و هر کی به خدمت سربازی به منظور دفاع از حکومت اسلامی تحت قیادت لوی درستیز آصف دلاور حاضر نشود و بالاخره هر که به رسم توهین و یا اعتراض از موجودیت تجاوزگران بر نوامیس و اموال مردم محروم یاد از خلع قدرت استر جنرال عبدالرشید خان دوستم به زبان آرد به حکم فرمانهای صادره از طرف جنرالهای حاکم باغی، مباح الدم و دهشت افغان بوده، اردوی ائتلافی و قوای دوست حق دارد با تمام وسایل میراثی روس همچون بغاوت‌ها را در هم کوبیده، خانه‌هایشان را تاراج، اموالشان را ضبط و افراد آن را حسب دلخواه توهین، تحقیر و سرکوب نمایند تا بدین وسیله مردم با وجدان مجبور شوند خانه‌های مسکونیشان را ترک گفته و منازلشان به پسته‌های دولتی، موازی جنگی و یا جای بود و باش قوای بدنام کمکی تبدیل شود. اهالی شرافتمند
و فامیل های با دیانت افغان حاضر شدند تا در درون سلول های زندان وحشتناک پرچرخی نقل مکان نمایند، اما به هیچ قیمت حاضر نشدند تا قمانده ذلت و اسارت بقایای کمونیسم را لبیک گویند. انشاءالله به یاری خداوند بزرگ ملت دشمن شناس و دشمن شکن افغان چهره های منحوس دشمنان سوگند خورده اسلام را شناسایی نموده و در آینده نچندان دور همچون لکه های ننگین ذلت و جنایت را از دامان پاک تاریخ ملت مجاهد افغان محو و نابود خواهند ساخت و در فضای افتخار و آزادی با کسب تمام حقوق انسانی و اسلامی و زندگی شرافتمندانه‌شان